پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفت طی روز اول جنگ با روسیه 137 نفر از جانب اوکراین هم حربیان و هم مردم ملکی کشته شده، دست کم 316 نفر زخمی شدند. زلنسکی همه کشته شده ها را قهرمانان اوکراین نامیده و گفت ارتش این کشور توانست قهرمانانه با ارتش روسیه مقاومت کند. زلنسکی از جمله یک واحد مرزبانی در ولایت ادسا را ذکر کرد که همه افسران و اسکران آن در نبرد با نیروهای روسیه کشته شدند. زلنسکی گفت همه این حربیان کشته شده را با عنوان قهرمان اوکراین سرفراز می‌گرداند. زلنسکی در پیامش گفت کیف را ترک نمی‌کند و با مردمش می‌ماند. این در حالی است که شب 24 و 25 فوریه شهر کیف پایتخت اوکراین و همچنین خارکوف یکی از مرکزهای بزرگ صنعتی این کشور هدف حمله گسترده ارتش روسیه فرا گرفتند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که چگونه این شهرها توسط موشک‌ها و تانک و هواپیماها و چرخبال‌ها بمباران می شوند و مردم زیاد در ایستگاه‌های متروی کیف و خارکوف پناه بردند. زلنسکی در پیامش هشدار داد که دیورسانت‌های روس الکی وارد کیف شدند. او از مردم خواست که هوشیار باشند. ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای اوکراین در دوام روز 24 فوریه روز اول نبرد به ضد ارتش روسیه 30 تانک، 5 هواپیما و 6 چرخبال ارتش روسیه را از بین بردند. روسیه درباره تلفات جانب‌ها تا حال خبری رسمی نداده است، ولی الکساندر ارستویچ یکی از مشاوران دستگاه پرزیدنت اوکراین درباره کشته شدن حدود 450 نفر از نیروهای روسیه در روز اول زدوخورد خبر داد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ساعت 5 صبح 24 فوریه به ضد اوکراین جنگ اعلام کرد. پوتین پیمان حربی ناتو را عیبدار کرد که در قلمرو اطراف ما در سرزمین‌های تاریخی ما انتی روسیه ساخته ایستادند و به ما امکان دیگر بجز از حمایت از روسیه را باقی نگذاشتند و ما امروز از این استفاده میبریم. پوتین کشورهای غرب و ناتو را از هر نوع کوشش مداخله در این جنگ روسیه به ضد اوکراین هشدار داد و گفت اگر آنها دخالت کنند با پیامدهای روبرو خواهند شد که در طول تاریخ خود باری هم دچار نشده بودند. برابر نشر پیام پوتین نیروهای روسیه از سمت دنباس، بلاروس و قسمت‌های دیگر وارد خاک اوکراین شدند. کشورهای زیاد دنیا به ویژه امریکا و اروپا رفتار پوتین را محکوم کرده الکی به ضد روسیه و افراد و شرکت‌های نزدیک به پوتین تحریمات سنگین جاری کردند.